این خشیدگی نیست. من نمی خشیدگی ما این پدرنالت متیکی خونه در خدمت هر یک پرزیدنت هر یک سرور دولت خدمتگار مردم است. برای مردم خدمت میکنه. وقتی که میگه خدمت خوب میکنه وقتی تو او را در جواز تقلید میکنی هیچ کس حق نداره تو مجبور کنه که او را سر کنه. ما این پدرنالت برای 7 سال کلیر ارنده دادیم. ما این پدرنالت برای 7 سال کلیر ارنده دادیم. کلیر قلش علیش کرد. در دروازه را علیش کرد. خب اون کانترکتی ما بستگی بودیم او را در جایی که 7 سال بود گریف یک امره کرده استش گفته است که صاحب خونه مایم. من تمام سوالات را جواب دادم نوردین من تمام سوالات را جواب دادم. همین یک سوالی مرا جواب ده که تو خیانت در 1.5 میلیارد مسلمان کردی یا نکردی؟ تو کپیده بچه تو غمی مرا نخه ریزوی خودش در پیش خدا جواب میگه. شد رفتیم. او چه چیزی خشیدگی؟ همین تو چیزی خشیدگی؟ همین آدم دوزخ میره. این رفته و اینم دوزخ میره. تو چیزی خشیدگی؟ نه من میدونم زیخ چیش دگیم به من جواب بیا. این اگر زنا میکرد عرق میخورد میرفت مقصد بنگ میزد کو این مربوطی خودش بود. این وقت اون نفره که پیغمبر ما را پیغمبر 1.5 میلیارد مسلمان کاریکاتور کرد و این رفت در بلوش گل موند این تحقیر به 1.5 میلیارد کرد. رحمانوف کرد کو رحمانوف تعزیه بیان کرد کو اونا کرد تحقیر. در کجا تعزیه بیان کرد؟ سایت پرزیدنت بدرو. در سایت پرزیدنت ببرو. اگر هم کرده بود او هم یک راهبر کشور مسئول است که برای انا در پیش خدا راهبر پاور گفتن گپ نیست. در پیش خدا رحمانوف هم یگای فیروریش هم یگای ریزویش هم یگای تو راهبر پاور نکه در اینجا. او وقت رحمانوف بمبره با پیشوا یگان قولین سر خطی پیشوازش نمیگیرن میگن که تو پیشوا اینجا بیو تای بری بالا بگذار. گوش کن بعد همین کاری فرانسه همین حکومت تاجیکستان خست کاری فرانسه را رد کرد. چی با شما نخست رد کنه؟ شما با بوده گل مونده شما این تحقیرش میکنه برآمد گفت که کاری فرانسه تحقیری به مسلمان ها است. رئیس جمهور فرانسه را چیکار کرد؟ رد کرد گپشا. ما در سایت گروه 24 از طرف راهبر ببین در سایت گروه 24 از طرف راهبر گروه 24 و از طرف راهبریت کسی که تحقیر به مسلمان‌ها میکنه به پیغمبر مسلمان‌ها میکنه فرقی نداره چی رئیس جمهور باشه چی یک آدم عادی باشه او محکوم کرده شد و حتی هر کسی که این نمود بگم که گردن میگیره این هم دین هم اجازه دادگی نیست اینش هم محکوم کردگی هستند. بله قوی ترین بیانیه را در اینجا گروه 24 داد که مکرون در میخواستم که تو بگوی بعدا تر سوال نشد. پس او گپایی که تو میگوی هر کسی که دین رو تحقیر میکنه آماده باشه من بیارم ضبط داده که خودت گفتگی که هر کسی که دین در پیش تحقیر میکنه مادر تا تحقیر میکنه سطر تحقیر میکنه باید با او بجنگی. پس این گپ چی معنی داره؟ خیلی در کجا ما گپ گفتگی؟ همچون معاون گروه 24 تمام ضبطات هستن که خودت میگوی که انسان باید جسور باشه غیور باشه بیناموس نباشه دیوس نباشه. وقتی که در پیش دینش تحقیر کرده میشه و قرآنش تحقیر کرده میشه پیغمبرش تحقیر کرده میشه باید که دفاع کنه حتی آماده باشه که این رحمانوف کرده است این مبارزه برده است رحمانوف این برادر این رحمانوف این تحقیر حجاب کرد. ببین اینمی رحمانوف اینمی پدرنالت اینمی نجس اینمی تحقیر حجاب کرد اینمی انسان مسجدا را بست مسلمانان را گرفت زندان کرد. اینمی مبارزه برده استودم شرط نیست که من افتماد بگیرم. اینمی حق گفتن در چند برادر چهره نجس رحمانوف در مردم نشان دادن اینمی بهترین است. بهترین جنگ همون است که افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان الجائر. بهترین جنگ همون است که انسان گپ حق در مقابل یک پاچاه ظالم بگه چرا که دیگر بازگشت نیست اون ظالم فقط گردن میگیره. فهمیدی اینم کارا کرد. سوال آیمی شیروری یک سوال این آیت ها فقط مربوط به محترم جنوبی محترمه بچه وقتی که پرزیدنت فرانسه گفت او را باید محکوم نکنی درست؟
یه بچه امی ما گوش کن. ببین از طرف گروه 24 قوی ترین بیانیه برآمد. هر کسی که فرقی نداره، هر کسی که همین کار کرد نسبت پیغمبر ما تأخیر کرد، او را ما محکوم میکنیم. یعنی این چیز ما در عموم گفتگی هستیم. او کسی که برآمد تلاش گرفت چی؟ او کسی برآمد با گفت شما از دینش دفاع کرده، تأخیر کننده و پیغمبر و جسارت نشون نداد. ببین و پیغمبر نشون نداد. ببین من همون جسارت نشون داده استم که 100 نفر بیدار کردگیم، که 1000 نفر بیدار کردگیم، که چهره انا و رحمانوف که دین تأخیر کردگی انا من کار کرده ایستادم. گوش کن تحت آیت سوره بقره داخل نشه، حق بجا نکن. همون انسانی که برآمد کله همون انسانی که کاریکاتور کرد گرفت، همون از دینش دفاع کرد یا که ایرما جواب میتم گوش کن او بچه کسی که هست که این همی چخیله که کدام قانون گوش کن نوردین ذات جمله که کرونا از رحمانوف اتحاد اوز شبکش که دم بابا این غم نتا. او بچه کسی هست که چنی خودت سواد داره، چنی خودت سواد داشت چخیله که تو کرونا همون قرآن 2 آیت چه خونده از رحمانوف اطاعت کرده ایستادی، او را همون قدر سوادش رسید که همون بخیزه هم گفته چی همین کارا بکنه. ما این کارا محکوم که این کاری درست نیست، ضررش بیشتر از بگیم که فایدهش هست. چند که تو هم کتاب خدا را میدونی و از رحمانوف حمایت کرد، تو یه بار فعل تو او سوال جوش خودش در پیش خدا میکنه. تو فکری خطا که تو از رحمانوف از کسی حمایت داری که تو روز با خدا و با مثلا که پیغمبر جنگیده ایستاده است. برای کاری که ماکرون امروز کرده ایستاده است مردم فرانسه جواب میتن. تو برای که کاری که رحمانوف کرده است من خودت جواب میتیم. کارت از ماکرون روز که اومد شاید ما رو نپرسن، نه که از رحمانوف میپرسن، برای تاجیکستان میپرسن. اینا رو چی فکر یعنی که چه جواب میتی؟ در فکر اینه یا باش. خب جوابت یکو گوش کن حسن اشرف، حسن مرا گوش کن. تو وقتی که گپ میزنی، وقتی که آیت قرآن میاری، وقتی که جوونا را میگوی انا این تو ببین تو مرا آیت قرآن حدیث گپ نده. تو درباره تو ما تو بگم رگ تا میدونم که چقدر مردم مهاجر پول مردم گرفته، کیدت کرده، گریخته رفته در تاجیکستان ولی در همون ظالم پناه بردگی. ببین برادر ما دلیل دارم در این چیزا. تو مرا مسلمانی و اسلام نشان ندی. ما بابیت درس میتیم در باره اسلام و در احادیث در آیات فرق نداره برادر. تو گوش کن. مرا میگوی قرآنی خیلی گفته است، مرا میگوی حدیثی خیلی گفتگی است. تو اینقدر قرآن دان حدیث دان باشی، رحمانوف نجس امروز دیسکریمیناسیون تفرقه بین مسلمان داخته شده است در داخل وطن. اون مسلمانی این آیت فقط ربط به نداره. فهمیدی؟ نه قطعی ما گپ زده دلیل خیلی آیت قرآن برای ما میدونم که چقدر هستم بگم که فهمیش ما بالاتر یا پایینتر درباره خیلی دین آیین. ما عمرم در علم اسلامی گذشتگی ما نمیفهمم چی گفته ایستادن. بکشم بیا بیاریم تو مسائل دینی در گوش کن. در همین دنیا همه درباره دین گپ زد، فیوری تو گپ نزن. بیا با آواز شبکش درباره اونهایی که شما آواز شبکش ایران. خب تو در مسئله همه دنیا گپ زد، تو گپ نزن. فهمیدی؟ میگذاریم با تاجیکستان هم میاریم با هم مسائل غیر دینی. گفتی که رحمانوف خواب مثالش آوردیم که رحمانوف بر کدام اساس بگیم که انا وقتی که سرقانون میگه که از 2 دوره باید زیاد نباشه، 30 سال شد این مرده که گاش گفت که مردم انتخاب کرد. مایلش بیا اینا بگذار فرض کنیم که مردم انتخابش کردن، مردم رحمانوف انتخاب کرده باشن، آخه مردم رستم انتخاب نکردن که آزاده قوش میکنه در اپارات پرزیدنت. رستم رحمانوف قوش میکنه در رأس پارلمان. داماداش خب خسر بچه‌هاش این قدر اجدار بچه که ایو را کی انتخاب کرده است؟ کو بیا ایرا جوابش بده. و تو این قدر ملقی بچه تو چی به یک وظیفه نمیتن؟
جوابتی اگر که مردم امروز از محترم جناب عالی، از محترم رئیس شهر، از اپای آزاده، از دیگر نفرایی که تو نامشون نگرفتی راضی نمیشن بلاروس با بیرون نبر اومدن، مثل اوکراین با بیرون نبر اومدن، مثل قرقیزستان با بیرون نبر اومدن، اما همشون راضی هستن، همشون بیزار هستن از گروه های افراطی، همشون زندگیشون تنج است. گروه های افراطی نه این تو یه بچه من در چهرت یک قدر بس یک قدر میگوشی بطره نمیگیرن او حساب نیست. یگان یک دقیقه بس یک دقیقه نمیتونه که 100% دوش دارن. سگ وره گپ میزنه 1 مینوت صبر که همین سوال شبتیت یه بچه اوخای مالش اینه تو یه بچه تو من میخوام که در جای رستم باشی چی بطه نیستی؟ چون که من نخوندم. با گناه در کلای خیلی میدونی سوادای انا در همیشه میدونی که رحمانوف گناه دارد اون دانشگاه وقتی که به سواد موندی من نخوندم چی با ملت چی با تو خداوند از بحر چیزی آفریده چی با ملت بچه تو همچون یک فردی ملت چی با نخوندی همه نمیتونن مدرس شوند، همه نمیتونن پرزیدنت شوند، همه نمیتونن تراکتور چی شوند. تو همچون یک فردی جامعه تو امروز وقتی تو چی با نخوندی برای چی من خوندم نکی اون ساحه که او در همون رئیس شهر شدن همون ساحه که انا پارلمان داشتن من او عقل نمیگیره او ولی من با او خیر از زور بزنم که با او ساحه علم بود است. همچون شهروندی تاجیکستان دانشگاه نخوندی و خستی به مهاجرت رفتی حتی پاسپورت تاجیکی طرف موندی من تاجرم در روسیه هم تجارت کردم اومدم امروز در تاجیکستان هم تاجرم. تو چی با همچین شهروندی تاجیکستان رو ترک کردی به روسیه مهاجرت رفتی چرا مهاجرت رفتی؟ من تاجرم من یگان چیز دیگه نیستم. من چی با تجارت در تاجیکستان نکردی؟ تجارت نکردم. برای چی نکردی در تاجیکستان؟ تبعی تجارت چه در تاجیکستان نکردی؟ اومدم نکردم در تاجیکستان تجارت کردم. وقتی چند ساله بودی روسیه رفتی؟ وقتی که روسیه رفتم در روسیه تجارت داشتم رفتم خطی پدرم تجارت کردم. سوال از گفته تا همین سوال داده من جواب دادم. چی سوال دادی؟ پاسپورت تاجیکی گذاشتی پاسپورت روسی گرفتی؟ جواب دادم. یا با جوان مرد شب اوکی من تحقیق یک نمیدارم زمان همین خیلی جوان مرد سوال جوابتی یک بار سوال جوابتی تو چرا پاسپورت گرفتی؟ سوال بتیش برادر رضایی چرا پاسپورت روسی گرفتی؟ امروز تمام این شهروند آزاده که برای پاسپورت قرقیزی بگیره روسی بگیره دیگه پاسپورت رو بگیره. چی مشکلی داره؟ تاجیکستان چی کم بودی داره؟ تاجیکستان هیچ کمبودی نداره. زمانی که ما روسیه رفتیم همون پدرای شما مردم کشتن، مردم جنگ جدال کردن نه چی نهضتی دکزت کرد که چخیر کشتن. تاجیکستان سطح زندگیش همون بعد سالهای 2002 من 2004 پاسپورت روسی گرفتگیم وقتی که 011 تمام که حساب بودم گرفتم در اسنوانی پدرم اون سالا سطح زندگیش پس من رفتم پدرش مهاجر ظلم دید مهاجرت از پدر به فرزند گذشت ایشم ظلم دید باز پاسپورتی او کشور یک کشور دیگر را گرفتن با امروز آماده است که چاپلوسی کنه از رحمانوف. ای برادری عزیز تو خودت آشکار گفته ایستادی که خدا مرا برای چاپلوسی پدرای شما بودن. نورالدین رضایی یک سوال میتیم اگر در همون خانه‌تون باشی از پدر تو 400 نفر جوان من از زبان امکی خودت شنیدگیم 400 نفر جوان گریب بود در پاکستان خانان همون جوانا کجا شدن؟ امروز در کدوم گروه های تروریستی هستند؟ چی با تو نرفتی در پاکستان بخونی؟ چی با بچهای امکی تو نرفت در پاکستان بخونه؟ چی با اونهایی که پدراشون کشتهش نم رفتن در پاکستان خوندن؟ سوال جواب ده. برادر عزیز جواب من همین کوتاه میتونم که نامی من نورالدینه نامی تو آیت الله چی با تو نامی تو آیت الله چی با نامی من نورالدین؟ نه من تا سوال دادم پدری تو اگر پدری من مهاجر بود مرا مهاجرت بود نه که پدری تو چی با مردم بود در پاکستان خونان
اگر جای خوب میشد، اگر جای تشکیلات تروریستی تیار کردن نمیشد، چی با تر نبود؟ چی با دودر تا نبود؟ چی با دودر دیگری تا نبود؟ سه فرزنش چی با نبود؟ بس سوالی ما را وقتی اگر خودت بفهمی الکی میفهمی که پدری کی در اینجا خوجه داشته، پدری کی در اینجا جنگ انداخته است، پدری کی گناهگار بود. پدری تو تر نام تا آیت الله مونده است، پدری من نام نورالدین مونده است.